دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 20 اکتبر 2025 قرار داریم در ایران در یک از باغ‌های سبزوارش در شهر شاهرود اومدیم. ما از این سبزها خدا خواهد نهال‌هاشو میبریم. شاهرود اینجا نیست. این شاهرود نیست. اینجا کجا؟ اینجا کجا؟ موجین بود است. بخش میپرسم. چند کیلومتر؟ 10 کیلومتر فرق این سبزهایی وای است. چی میگن؟ گلدن دیلیشس. آقا جان این گلدن دیلیشس رنجر است یا چی است؟ نامش چی است؟ رقم چی است؟ لبنانی، زرد لبنانی. زرد لبنانی. زرد لبنانی بله. زرد لبنانی بود است. بسم الله الرحمن الرحیم. یک تاشو خورم آقا جان. 10 تا 20 تا. بخوری آقا بخوری. بسم الله الرحمن الرحیم. زرد لبنانی همون گلدن دیلیشسی بوده. مزه چخه؟ از جهت شیرین نوکی خوب مزه درجه عالی. در 1800 متر بلندی قرار داریم. در حقیقت در بلندی 1800 متر سبوی بهترین می شود. برای سبوی جوهی گرم پس من به شما سبی گالا و سبی پینکریدی می برم. این هم می شود. این هم می شود. در جوهی گرم این می شود. سرخش نمی شود. از این هم می بیارم. اکنون من خیلی حسن کردم. باور کنید این داخلش نشون میده چه داخل این خوشروی. تاثیر هوا هم هست. تاثیر هوا است. بسم الله الرحمن الرحیم. اون حسن نوکه ببینی حیران میشه. باستانش نشون میده. همین نشون دادم که این عجوبه حسن. این نشون میده. من هم داره ندید حاضر من اومدم با خواهی سبوشان تماشا کردم. نشون دید من کده او میگم که این سبی موضوع سبی و یا خیمه کجاش خیمه ای یکم خیمه ایست همون زمینی ما همین زمینه همون آبی ما همین آب است همون نگاه بین همون نگاه بین است یکم خیمه نیست میچینن میبرن میفروشن. این برای آدمایی که فقط از ما به خیمه و از وای خیمه نه درست میگه از وای بیمزه است. چه بیمزه است راحت میکنه راحت میکنه. همدیران عزیز در پناه خدا باشید. از این نهال درخواست کنید از من برای شما از این نهال از این سیب نهالش رو میبیارم. من یک مرتبه اینجا نشان دید من دکتر من همدیران عزیز این است در حقیقت نهایت با مزه نهایت از خدا خواهد که اگر 10 تاشو گرفتن راه برای خورده رفتن میگیریم. 3-4 روز دیگه اینجا هستیم. خیلی با سلامت. من در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد. از این نهال سیب از من درخواست کنید میبیارم. بسیار با مزه.